خب بچه‌ها بریم برای یه سبک دیگه درآمدزایی پرستارها که فکر میکنم اکثرتون میدونید، ولی بازم نمیدونم چرا با نگاه کارمندی به قضیه نگاه میکنید. یعنی فکر میکنید تو همون رنج 10 تومن 15 تومن 20 تومن 25 تومن باید درآمد داشته باشید. این بیشتر مخصوص کسایی که همچنان علاقه به کارهای بالینی دارن، به کارهایی که حالا خدماتی انجام بدن دارن، و حتی افرادی که در کنار اینکه کار بالینیشون خوبه، علاقه به مدیریت کردن همون داستان هم دارن. من یه 4-5 مورد رو بهتون میگم، خیلی باحاله و جذابه و میتونه بهتون کمک کنه. شما اگه یه پیج خیلی خوب داشته باشید تو اینستاگرام و بالا بردن یه پیج الان تو این دور زمونه تو اینستاگرام هم اصلا کار سختی نیست. اگه بود 4 سال پیش 5 سال پیش، آره این نکته هم به شما بگم، هر چقدر که جلوتر میریم کوالیتی مردم میره بالا، انتظارات مردم میره بالا و مردم دیگه میرن سمت پیجای خوب، پیجایی که ساختار خوبی داره، پیجایی که مطالب خوبی میذاره، پیجایی که اینم یه موضوع مهارتیه. یعنی شما باید انجام بدی، اول مثلا کاورهای ضعیف درست میکنی بعد قوی تر میشه، اول محتوای ضعیف درست میکنی بعد قوی تر میشه، اول استوریای ضعیف درست میکنی بعد قوی تر میشه. الان ممکنه یه گوشی ساده داشته باشی به درآمد میرسی، گوشی هم بهتر میشه. بچه‌ها موضوع مهارتیه، یا باید امروز شروع کنی 2 ماه 3 ماه 4 ماه دیگه تو این موضوع قوی بشی، یا باید 1 سال 2 سال دیگه شروع کنی. ولی یه نکته اینجا وجود داره، اگه 1-2 سال دیگه شروع کنی انتظارات مردم خیلی بالاتره و پیجای دیگر هم داری میبینی خیلی دارن رشد میکنن و تو ممکنه عقب بمونی و این عقب موندنه به ضرر تموم میشه. اوکی، یعنی دوباره وارد یه سیکل معیوبی میشی، هی کمالگراییات بیشتر میشه، پیجای دیگر رو میبینی اینا چقدر خفنن، چه تصویربرداری خوبی دارن، چه ادیت خوبی دارن، چه کوالیتی خوبی دارن، من چطور بخوام بیام همچین کارو کنم؟ ولی اگه امروز این کارو انجام بدی 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه 5 ماه دیگه 6 ماه دیگه، نه بدترین حالتش 1 سال دیگه مثل اونایی. خب ابزارها، امکانات، افراد، پول، درآمد، همه در جهت رسیدن به اهداف تو و خواستهای تو در طول مسیر برای تو فراهم میشن، نه اینکه بیرون مسیر بشینی و انتظارات اینا رو داشته باشی. این نکته خیلی مهمیه، اینکه من فقط پشت میز بشینم یا تو حاشیه امن خودم بشینم و بگم هر وقت امکانات اومد و من حرکت میکنم، کاملا موضوع اشتباهیه، نه برای پرستارا، برای همه مردم دنیا. ولی قدم به قدم تو برداری، یعنی قدم تو برداری، یه قدم خودت تو مسیر میبینی که میگم امکانات، شرایط، افراد، یعنی تو میای یه پیجی میزنی محتوای تولید میکنی، یکی تو رو میبینه میگه آقا میخوای من ادیت تو مثلا انجام بدم، بهتر انجام بدم، یا مثلا آقا اون قسمت مثلا پست تو بهتر کن، میتونی این کار کنی، نکته میگیری ازش. خب فلانی بهت میگه آقا بیا با هم دیگه کار بکنیم، فلانی بهت میگه من میتونم بیام با تو کار کنم بکنیم، همه چی تو مسیر برای شما فراهم میشه. پس توصیه خیلی مهمه من این بود که نشین و نگاه نکن بگو حالا من گوشیم هر زمانی آیفون 13 شد شروع میکنم، هر زمانی مثلا میکروفون 14-15 میلیونی داشتم شروع میکنم. اصلا ربطی نداره. اوکی، و شما میتونی سبکاری انتخاب کنی که نیاز به این میکروفون نداشته باشه. شما میتونی سبکای پادکستی انتخاب کنی، اخباری انتخاب کنی، نیاز به این میکروفون، تیک تاکی انتخاب کنی، نیاز به میکروفون نداره سبک تیک تاک. خب بچه‌ها بریم ببینیم توی بحث خدماتی و مدیریتی شما چه کارهایی میتونید انجام بدید. اولیش خبر خوبی که به شما بدم اینه که قبلا دانشگاه میگفت که آقا ما برای مراکز پرستاری نمیدونم پزشک میخوایم، سابقه 5 سال کار پرستاری میخوایم، فلان میشه. الان خیلی راحت شده، میگه آقا یه پایان تر داشته باشی، فقط هم خود یه پرستار باشی کافیه. نهایت یه مسئول فنی خودت میشی، یه مسئول فنی دیگه هم یکی از همکارای پرستار کافیه، تمام. ها مدرکی هم که از شما میخواد پایان تر، تموم شد. خب اگه همچنان به کار بالینی و خدماتی علاقه داری میتونی هوم کیر رو انتخاب کنی، هم خودت میتونی هوم کیر بری شیفت و پول بدی توش نیست. واقعا من دیگه کار خودم بود دیگه، من از چیزی که منو به خواستم رسون دقیقا همین هوم کیر بود. میرفتم شیفت وای میستادم، ترجیح نمیدادم برم بیمارستان. چرا؟ چون پول اینجا بیشتر بود، بیمم برام رد نمیشد، میگفتم هیچ مسئله‌ای نداره پولش بیشتره و این راه سریعتر من رسون به خواستم، نه اون راه بیمارستان.
و بعدش هم تو هوم کیر پیشرفت کردم و شرکت هوم کیر رو خودم زدم. مثلا راهی بود که خودم رفتم و کاملا مسیرش رو از برم. خب پس شما هم در نقش فردی که خودش هوم کیر رو انجام میده، حالا به طرق مختلف. من کیس آی سی رو در واقع میرفتم شیفت. خیلیا دوستان منم هستن، شرکت هم حتی دارن، یه زمانی از کف خودشون شروع کردن، کارشون فقط پروسیجر بود. شرکتشون هم الان بر مبنای پروسیجره، سرم تراپی و سوند و این چیزاست. یعنی اصلا مریض آی سی یو نمیتونه کیر بده و نمیخوادم کیر بده. من چون مثلا این مریضای آی سی یو رو از قبل خودم میرفتم شیفت، من یعنی فازم این شکلیه. خب یه شرکت‌های دیگه هم مثلا نه اینن نه اونن، مراقب سالمند و کمک پرستار فقط کار میکنن، درآمدشون از جفت ما هم بیشتره تازه. چون میزان افرادی که نیاز به خدمات آی سی یو تخصصی در منزل دارن خیلی کمترن نسبت به افرادی که یه آدم ساده و آماتور میخوان برای مراقبت مثلا سالمند 70-80 سالشون. اون آدما خیلی بیشترن، واسه همین درآمد اون مجموعه خیلی بیشتر از ماست. عجیبه. و خیلی هم خوبه، خیلی هم راحت کارش. یه نفر مثلا یه مراقب مثلا 15 تومانی، 20 تومانی، 25 تومانی به یه خانواده میده، 30% 40% حقوق پرسنل فرانشیزشه. یعنی مثلا 20 تومن به یکی میده، 30%ش میشه چقدر؟ میشه n تومن. این 20% میره برای پرسنل، این 30% میاد برای شرکت. یعنی اصلا یه پول خالص، راحت و آسون. خب و شرکت‌های دیگه اصلا تخصصی این کار میکنن، اونا هم باز دوباره نمیتونن مریض آی سی یو جمع کنن. نرس کم دارن، مراقب سالمند زیاد دارن. خب واسه همین بچه‌ها یکی از کارها اینه، کار مدیریتیش هم میتونید انجام بدید، مرکز خودتون رو بزنین و راه و روشش هم تو این دور زمونه ساده است. قبلا تو بازار سنتی خیلی سخت بود، 15 سال طول میکشید مردم شهر شما بفهمن شما همچین بیزنسی داری. ولی الان به واسطه اینستاگرام، به واسطه سایت، کانال‌های رایگان مثل آپارات، الان آپارات مثلا شما بخوای یه ویدیو چه 100 تا ویدیو بذار، 1000 تومان از شما پول نمیگیره. شما 100 تا ویدیو بذار، 1000 تومان پول نمیگیره. یه کانال رایگان میزنی، ویدیوهاتو میذاری اونجا و مردم شهرت هر زمانی که سرچ کنن پرستار در منزل، سرم تراپی در منزل فلان بیسار، کانال تو میاد بالا، پایینش هم راههای ارتباطیت هست و تموم شد. دیگه 10-15 سال طول نمیکشه. شما ویدیوهاتو همین الان بگیر، همون روزی که مجوز رو گرفتی همه رو آپلود کن، 100 تا ویدیو آپلود کن، قبضه میکنی سئو گوگل رو. خب اینستاگرام هم همینه، تو بیا یه پیج اخباری بزن، آموزشی بزن، هشداری بزن به مردم راجع به سلامت، راجع به هر چیزی جامع. مردم شهرت و مردم شهرهای دیگه میان فالوت میکنن و تو به سادگی به مردم شهرت میتونی بگی که آقا من برنامه‌ام اینه که تا 1-2 ماه دیگه مرکز پرستاری بزنم و توش این کارها رو ارائه بدم به مردم شهرم. اونا اتفاقا خیلی خوشحال میشن، خیلی پیگیر میشن، آقا بزن ما این بریم موضوع نیاز داریم. یعنی تو اصلا قبل از اینکه هزینه کنی مرکز و جار و رهن و اجاره و هر چیزی، یعنی مردم در جریانن تو میخوای این بیزنس رو بزنی، یعنی آماده گرفتن خدمات ازتن و تو میدونی قبل به وجود اومدن بیزنست مشتری داری. خب این عالیه دیگه. یعنی ما این چیزا رو داریم در واقع بچه‌ها آموزش میدیم و بچه‌هایی که الان عضو پروژه اکسیوب ما هستن همین کارها رو دارن انجام میدن. حالا 6 ماه دیگه، یه سال دیگه باش ببین دونه دونه این بچه‌هایی که عضو پروژه اکسیوب هستن و تو شهرهای مختلف هستن، 6 ماه دیگه، یه سال دیگه صداشون رو میشنویم. ما نمیگیم این مسیری که دارن به شما معرفی میکنن فردا صبح به نتیجه میرسید، ولی به واسطه تجربه‌ای که دارم میگم کم هزینه ترین راه و سریع ترین راه رسیدن به خواسته های شما اینه. 30 سال میخوای کارمندی رو بری؟ نه، 1 سال 2 سال اینو برو. ارزش داره. من 7 سال 8 سال 10 سال طول کشید آزمون خطا دادم تا به این اطلاعات و تجربیات رسیدم. دارم خیلی راحت در اختیار شما میذارم. بچه‌ها موضوع دیگه بحث خدمات درمان زخم دیگه، خودتون استادین تو این موضوع. بحث زخم یک موضوع کاملا تخصصی، باحال، پولساز، چه به صورت اینکه شما خودت بری این کار انجام بدی، چه به صورت اینکه کلینیک زخم بزنی. همه شهرهای ایران هم نیاز به همچین داستانی دارن، نه یه دونه بلکه چند تا. اوکی، شما از زخم هم پس به سادگی میتونین پول در بیارین. موضوع بعدی خود خدمات زیبایی، یعنی خودتون زمانی که خدمات زیبایی رو انجام بدی
مثل فیشیال، مثل لیزر. بچه‌ها اول شما میخوای کار یاد بگیری، شاید یه آدم ساده و آماتور باشی یا اپراتور لیزر باشی، ولی بعد از اینکه یاد گرفتی و پیجت اومد بالا، تو هر شهر ایران باشی، در 15 فالوور داشته باشی، به سادگی اگه بیای بگی من مرکز خودم میخوام بزنم، همه استقبال میکنن. تهش تو به اون تو کلینیک خودت به یک مسئول فنی نیاز داری، همه پزشکام حاضرن باهات همکاری کنن، مسئله‌ای نداره. اون پزشک از خودش حوصله تولید محتوا و این چیزا رو نداره، تو انجام میدی و میدونی درآمد داری. و الان هستن افرادی که درآمد 3 رقمی به سادگی از کارهای زیبایی دارن. مردم روز به روز تمایلشون به فیشیال، به لیزر، به کاشت مو، به انواع اقسام کارهای زیبایی بیشتر میشه. شما هم پس خودت میتونی انجام بدی، هم مدیر مرکز باشی، هم مالک مرکز باشی، هیچ مسئله‌ای نداره. کارهای زیبایی هم که دیگه خودتون استادین، پرپول، پر رونق، آینده‌دار، بی‌نظیر. خدمات بعدی که میخوام بهتون بگم خدمات دیالیزه. بچه‌ها دیالیز هم یک موضوع باحال و جذابیه. هم خودتون میتونین دیالیز رو انجام بدید. قسمت‌های قبلی در ارتباط با آموزشات دیالیز گفتم و در آینده شهرهای بزرگ مراکز خصوصی دیالیز دارن. شهرهای کوچیک قبول دارم که ندارند و هر چقدر جلوتر میریم احتمال اینکه دستگاه‌های دیالیز ساده‌تر، راحت‌تر بشن و فرد دیالیزی به جای که حتما بیاد تو مرکز دیالیز تو منزل انجام بده، روز به روز بیشتر خواهد شد. اینه امروز من میگم 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سالیه. ببینید تمام فعل و انفعالات این دنیا که داریم توی زندگی میکنیم، روز به روز تمام انسان‌ها در سراسر دنیا، از اون مخترعین، از اون همه، توی ساخت دارو، تو همه چی در جهت سادگی، راحت شدن، متناسب با نیازهای انسان. من قبلا بعد خودم میرفتم فلان خریدار انجام بدم، الان تو گوشیم مثلا همه چی در جهت سادگیه، راحتیه، رفاه بیشتره. پس این موضوع و این خدمات روز به روز رفاه بیشتری رو برای اون افراد در نظر خواهد گرفت و نگران نباشید. موضوع بعدی، بچه‌هایی که به کار کودکان و نوزادان علاقه دارن، اونا اگه یه پیج خوب و خفن داشته باشن توی شهرشون، اگه به مهد کودک علاقه داشته باشن، میتونن به سادگی یه مهد کودک بزنن. نهایتش برای مسئول فنیش نکن. من اگه یه پیج 30K 40K داشته باشم و از قبل بگم آقا چند نفر مادری که مثلا کودکانی که آقا مثلا 2 تا 3 سال دارن تو پیج منن، نمیدونم 2 تا 6 سال دارن تو پیج منن، یه وقت خودت میبینی تو شهر خودت 50 نفر میگن آقا ما هستیم. وقتی یه پیج 20-40K داشته باشی، پیج تو چطور بیاری بالا؟ میگم چطور بیاری بالا. مطالب عمومی در ارتباط با اون حوزه میذاری و همه میان فالوت میکنن و میبینید چون قابل اعتمادی، قابل احترامی، مطالب درست داری میذاری. وقتی بگی آقا 2 تا 6 سال چند نفر هستن، یا میبینی 50 نفر بهت دارن جواب میدن، یعنی چی؟ میگه اگه مثلا یه مرکز، من مثلا ایدم اینه که توی شهر ما مهد کودکی که این خدمات بکن، اینجا میشه مزیت رقابتی شما. این خدماتو به کودک باید ارائه بده، این کودک این خدماتو باید ارائه بده، فلان مهد کودک تو فلان جای دنیا برای اینکه بچه‌ها باهوش، خلاق فلان کارو کنن داره این کارو میکنه. متاسفانه مهد کودک‌های ما این کارو نمیکنن. من ایدم اینه که یه روزی مهد کودکی بزنم که این شکلی باشه. به نظرتون باحال نیست؟ همه میگن آره. زمینه سازی میکنی 1 ماه 2 ماه، میگه آقا خب باشه من دارم این خدماتو میارم. همه میگن آقا زودتر بزن تو رو خدا بچه ما بیاد اونجا مثلا مناسب نیست، اونجا فلانه. مزیت رقابتی تشکیل بده. میبینی مشتریات از قبل تو صفن، یعنی منتظرن که تو اونجا رو بزنی در رو باز کنی بیان تو. اگه این مسیر رو انتخاب میکنی یعنی راه درستیه. اگه دنبال اینی که بری اول یه جایی رو اجاره کنی، دیزاین داخلیش رو درست کنی، همه کار رو آماده کنی، بعد بیای پیج بزنی، یعنی مسیر اشتباه میری. دیگه من به چه زبانی بگم؟ دیگه خسته شدم. تمام این راه ها رو اگه داری اول هزینه میکنی، پول از جیبت داری هزینه میکنی و بعد منتظر اینی که به مردم، اتفاقا مردم این شکلی خوششون نمیاد، میگن تو دنبال فروشی. ولی وقتی بیای اطلاعات رایگان بهشون بدی، بهشون کمک بکنی، حتی کلی مشاوره رایگان برای همون کودکان 2-3 ساله تا 5-6 ساله بذاری و به مردم کمک کنی، همه میگن ای کاش مثلا تو این شهر فعالیت بیشتری داشتی، مهد کودک داشتی، ما بچه‌مون رو میفرستیم فلان جا فلان داستانه.
یعنی اصلا خودشون دارن به تو گرا میدن که این کار انجام بده و اون وقت هم بابت هزینه مشکلی ندارن، میگن آقا تو اگه 500 تومن 1 تومن بیشتر هم بگیری ما اوکییم، بچه‌مونه، حاضریم به خاطر اینکه 2 تا خدمات بیشتر بگیره 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون 500 هزار تومان بیشتر هم پرداخت کنیم. اوکی. و شما به سادگی برای مسئول فنیش هم نهایت یه فرد دیگه میخواد. تو وقتی یه پیج 20 کار داری دیگه، اگه هم یه روانشناسی چیزی هم بخواد نمیدونم کاری نداره که بیا آقا بیا 10 تومن 15 تومن بگیر بیا اسم تو رو به عنوان مثلا مسئول فنی مثلا چیزی معرفی کنیم، شما میشی مالک. مسیر حقوقیش هم میتونی انتخاب کنی، یه برند بزنی، یه شرکت بزنی، شرکت از 3 نفر تشکیل میشه و سهام اصلی 99% 98% سهام میتونه مال تو باشه، این 2% یکی میتونه بگی مثلا به پدرت، مادرت، یه نفر دیگه، همسرت، اون یه نفر هم حالا مسئول فنی هر چیزی که هست بهش بدی و 1% بهش سهم بدی، ولی باش تو قرارداد دیل میبندی، میگی آقا مثلا من 20% از سود 30% از سود یا ماهی 10 میلیون 15 تومن 20 تومن به تو میدم برای اینکه اسم اینجاست و فلان. بیزنس، ایده، خلاقیت، محصولات، فلان، تشکیلات، اینا با منه. اوکی، استراتژی اینا با منه، پیجم که من دارم، مشتریام با منه. واو. تموم شد دیگه. دنبال این نباش که وای مجوز فلان تشکیلات، دنبال این مسائل نگرد. اوکی، مسئول فنی یا اون کسی که باید این کارو عنوان مجوز به جای معرفی کنی میتونه کارمند مجموعه تو باشه و تو مالک باشی و بهش حقوق میدی، نخواست یه نفر دیگر میاری. این پیج توی که قدرت رو به تو میده. اوکی بچه ها، این روش خدمات و مدیریت، خدمات پرستاری و مدیریت پرستاری بود که بهتون گفتم. مدیریت در مراکز حالا بزرگ و کوچیک هم هست که شما خودتون میتونید به عنوان یک مدیر بری انجامش بدی، بالاخره جزء کارهای خدماتی حساب میشه. فلان کلینیک زیبایی آقا مدیر کم داره، برو هفته 2 بار برو، 3 بار برو، روزی 1 ساعت 2 ساعت برو. اگه مدیری، اگه استراتژی بلدی، اگه سیستم سازی بلدی، متحول میکنی اون مرکز، اون میگه آقا من 100 میلیون درآمد تو افزایش میدم، مثلا 40 میلیون 30 میلیون 50 میلیون خودم میگیرم، میخوای اینجوری. این چی میگم بچه؟ همه این روش ها هست. هدف من اینه که شما فقط کاری برای انجام دادن داشته باشید. ما خیلی از مطالب و رایگان براتون در نظر گرفتیم تو پیج اینستاگرام، توی تلگرام، توی یوتیوب، و تنها چیزی که ما به عنوان پروژه اونو در نظر گرفتیم پروژه بزرگ و قدرتمند اکستیوبه که به معنای واقعی 0 تا 100 مسیری که هر کدوم از ما تو این مسیرها میخوایم بریم 0 تا 100 و 6 ماه طول میکشه، ما فقط براش در نظر گرفتیم. دلیلش هم اینه که آقا من واقعا میدونم یه شبه با یک ویدیو، با یک جلسه، با یک آموزش اصلا کسی قرار نیست موفق بشه و اگه قرار بود اینجوری باشه که همه میشدن. باید 6 ماه باشه، آموزش هم باشه، انجام هم باشه، عمل هم باشه، حل مسئله هم باشه. همه اینها هست و تحت عنوان پروژه اکسیوه. به دردتون میخوره شرکت کن، به دردتون نمیخوره از اگه بخواین انجام بدین با همین ویدیوهای ساده و رایگان هم میری و انجام میدی. من هدفم کمک کردن. اوکی بچه ها، امیدوارم که موفق باشید.